مرض سینه و بغل یا نومونیا التهاب یک یا هر دو شش به صورت همزمان است که به سبب منتن شدن یا میکروبی شدن شش به وجود می آید که شامل التهاب کیسه های هوایی، طرق و نسج برانشیم ریه یا شش می شود. کیسه های هوایی داخل شش ها ممکن با مایع چرکدار پر شده که باعث سرفه توهم با تب، لرزه و مشکلات تنفسی شده و انواعی از میکروب ها از جمله باکتری ها، ویروس ها و فنگس ها می توانند عامل سینه و بغل شوند. سیر سینه و بغل از یک حالت خفیف الی یک حالت شدید و تهدید کننده ی حیات متفاوت بودن می تواند. سینه و بغل در نوزادان و کودکان خردسال، افراد مسن‌تر از 65 سال و یا افرادی که دارای سیستم دفاعی ضعیفند، سیر جدی و وخیم می داشته باشد. اعراض علائم مرض از خفیف تا شدید تفاوت نموده و مربوط به فاکتورهای چون نوع میکروب سببی، عمر و وضعیت صحی مریض می باشد. اعراض علائم حالت خفیف اکثرا مشابه به اعراض علائم سرماخوردگی است، اما برای مدت طولانی دوام می کند. اعراض علائم سینه و بغل ممکن مشتمل باشند بر درد صدری یا درد قفسه سینه در هنگام تنفس یا سرفه، خستگی، تب، لرزه و عرق باشد. در نوزادان و شیرخواران ممکن است هیچ علامه از مرض تظاهر نکند یا ممکن است استفراغ نمایند، تب و سرفه داشته بیقرار و خسته و ضعیف به نظر می رسند و یا در تنفس و غذا خوردن مشکلات می داشته باشند. بسیاری از میکروب ها می توانند باعث سینه و بغل شوند. شاید ترین سبب آن عبارت از باکتری ها و ویروس هایی هستند که در هوا موجود بوده و ما آن را تنفس می کنیم. بدن انسان با داشتن سیستم دفاعی از ورود این میکروب ها به شش ها جلوگیری می کند. اما گاه اوقات این میکروب ها می توانند برای سیستم دفاعی بدن انسان ها غلبه نمایند. حتی اگر سلامت بدن انسان به طور کلی خوب هم باشد. سینه و بغل بر اساس عامل مرض و محلی که در آن مرض کسب شده است دسته‌بندی می شود. مانند سینه و بغل اکتسابی، باکتریا یا فنگس ها، ویروس ها و سایر عوامل دیگر مانند امراض مزمن، مصرف بیش از حد سیگرت، سیستم ضعیف دفاعی بدن، باکتری ها در خون و مشکلات تنفسی هم باعث سینه و بغل می گردد.